تا حالا بهتون گفتن خیلی آدم نگرانی هستید؟ یا اینکه خودتون احساس کنید که خیلی دیگه داره نگرانیاتون بیش از اندازه میشه؟ اختلال GAD یا اختلال اضطراب فراگیر نگرانی توی حداقل 2 حوزه از زندگیتون مثل کار، درس، سلامتی یا درآمد هستش که شما نمیتونید این نگرانی ها رو کنترل بکنید و باعث نگرانی های مداوم یا اضطراب مداوم میشه. این نگرانی ها میتونه توی شروع خوابتون مشکل ایجاد بکنه، یعنی اینکه فکر و خیال اجازه نده شما بخوابید، یا علائم بدنی دیگه‌ای مثل انقباض عضلات، سردردهای تنشی، لرزش، گر گرفتگی و تو حالتهای شدیدتر حالت تهوع و تکرر ادرار ایجاد بکنه. این نگرانی ها میتونه تمرکز پایینی رو توی کار یا درس برای شما ایجاد بکنه، احساس عدم آرامش یا احساس خستگی بیش از حد داشته باشید. چه وقتی باید به دکتر مراجعه بکنید؟ وقتی که حداقل 6 ماه و بیشتر روزها و بیشتر وقتهای روز این نگرانی ها رو دارید و کنترل کردن این نگرانی ها برایتون سخته، باید حتما به پزشک و روانشناس مراجعه بکنید. روانشناس با شما در روان درمانی مهارت‌هایی رو آموزش میده که بتونید این نگرانی ها رو مدیریت بکنید و دارو درمانی به شما کمک میکنه که در واقع اضطرابتون تا حدی پایین بیاد و بتونید توی جلسات تمرکز خوبی داشته باشید که بتونید خودتون هم مهارت‌هایی رو توی مدیریت این اضطراب به دست بیارید. غیر از اون شما باید تغییرات خوبی رو توی سبک زندگیتون ایجاد بکنید، یعنی ورزش رو وارد زندگیتون بکنید، تغذیه سالمی داشته باشید، مدیتیشن یا تنفس عمیق و مسائل این چنینی رو شروع بکنید تا بتونید که این نگرانی ها رو مدیریت بکنید.